شما میدانید که مرحوم شیخ فضل الله نوری را کی محاکمه کرد؟ یک معمم زنجانی، یک ملای زنجانی محاکمه کرد. آقا محاکمه کرد و حکم قتل را او صادر کرد. وقتی معمم ملا مهذب نباشد فسادش از همه کس بیشتر. در بعضی روایات هست که در جهنم بعضیها اهل جهنم از تعفن بعض روحانیین در عذاب هستند و دنیا هم از تعفن بعضی از اینها در عذاب است.